سلام. دومین تکنیک تنفسی که شاید بتونه مقداری از اون سطح استرس و اضطراب شما رو کاهش بده، ضربان قلبتون رو کنتر بکنه، تکنیک تنفسی تناوبی یا نادی شودانا هست. این تکنیک تنفسی به این صورت هست که یا انگشت اشاره و انگشت وسطتو میاری میذاری بین دوتا ابرو روی پیشونی و از انگشت کوچیک و انگشت شستت برای باز و بسته کردن سوراخ‌های بینی استفاده میکنی، یا اینکه دست‌ها به این صورت انگشت‌ها بسته و فقط انگشت کوچیک و انگشت شستم آزاد هست. من از این روش رو میخوام استفاده بکنم. میام با انگشت کوچیک سوراخ چپ بینیمو میگیرم، از سوراخ راست بینی دم میگیرم. دم گرفتن یعنی نفس کشیدن. دم میگیرم، سوراخ راست بینیمو با شست میگیرم، حبس دم، بازدم از سوراخ چپ بینی. حالا از سمت چپ بینی دم میگیرم، نفس میکشم، بلاک میکنم، حبس دم، بازدم از راست، دم از راست، بلاک، حبس دم، بازدم از چپ، دم از چپ، بلاک، بازدم از راست. این چرخه رو 3 بار، 5 بار یا هر چند بار که احساس آرامش کردی تکرار کن. توجه داشته باش که سوراخ‌های بینی هر دو باید باز باشن برای این تکنیک تنفسی. امیدوارم که حالت خوب باشه. خداحافظ.